یک زن 35 ساله شهروند تاجیکستان در ولایت مسکو با گمان کشتار زن 28 ساله از قرقیزستان بازداشت شده است. در این باره روز 1 ژانویه سال 2023 سامانه 360 تیوی با تکیه به منابعش در مقامات حفظ حقوق ولایت مسکو خبر داد و گفت او با جبر دیده هر دو در یک منزل در شهرک والدرایس که در نزدیکی مسکو اجاره می نشستند. بنا به اطلاع منابع این نشریه، زن بازداشت شده در قلمرو روسیه به طور قانونی زندگی میکرد، در یگان جا رسما کار نمیکرد، عائله ندارد، قبلا سود نشده است، اسم او نشر نشده است. گفته می شود که روز 29 دکبر بین این دو زن همخانه و دوگانه به سبب‌های هنوز نامعلوم مناقشه سر زده است و در جریان این جنجال زن تاجیک به قفس سینه زن قرقیز نه کمتر از یک ضربه کورد زده است. شهروند قرقیزستان بر اثر جراحت برداشتش در جای حادثه جان داده است. کارمندان پلیس برابر به جای حادثه آمدن زن تاجیک را همچون گمانبر دستگیر کردند. زنی که صاحب این منزل بوده است به 360 تیوی نقل کرده است که جبر دیده زن دستگیر شده را خوب میشناخت، چون که آنها هر دو در یک خانه اجاره می نشستند. به گفته او زن کشته شده ظاهرا یک دختر عادی خوش تربیت به نظر می رسید. وی در اینجا همراه دو گانش، مادرش و دو کودکش زندگی میکرد. مادرش به او در نگاهبین فرزندان کمک میکرد. من هر باری که به او برای پول اجاره زنگ میزدم همیشه بیرون از خانه بود، هر کجا دو و توز میکرد که پول کار کند. من چنین فهمیدم که کودکانش را مادرش نگاهبین میکرد. آنها یگان 8 ماه باز در خانه من اجاره می نشستند. این زن وقتی که خانه را اجاره می گرفت هنوز حامله بود. کودک دویمش را در همین خانه تولد کرد. نقل کرده است همصحبت نشریه 360 تیوی. صاحب خانه گفته است که هر ماه برای پول اجاره به آنجا نمی رفت، چون که اجاره نشین‌ها آدمان خوش تربیت به نظر می رسیدند و ضرورتی از پس آنها تفتیش کردن وجود نداشت. این زن می گوید که دو کودک آن زن قرقیز کشته شده حالا در خانه او قرار دارند.